الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله والصلاة والسلام على رسوله الذي بعث معلما ليتمم مکارم الاخلاق. حضار گرامی، مهمانان نهایت محترم، خواهران و برادران عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در آغاز میلاد با سعادت سرور کائنات حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را خدمت شما حضار گرامی، ملت متدین افغانستان، بحث و صحبت روی حوادث گذشته، رویدادهای بس مهم گذشته، من جمله بزرگترین رخداد تاریخ بشریت، میلاد حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم، از این رهگذر که با برداشت‌های جدید و آموزه‌های جدید به آن بپردازیم، بهترین شیوه تجلیل از این رویدادهای تاریخی خصوصاً در بستر تاریخ اسلامی ایمان است. من ترجیح میدم که با فرازهای از بعد تاریخی سیره پیامبر صلی الله علیه و سلم به اختصار اشاراتی داشته باشم. حضار گرامی، پیامبر صلی الله علیه و سلم 40 سال مسلسل برای خداشناسایی عمر خود اختصاص داد. 23 سال بقیه عمر شریفشان را در خداشناسایی اختصاص دادند. 40 سال با روشمندی در جستجوی کشف حقیقت اصلی و رسیدن به خدای واقعی بودند و 23 سال دیگر باز هم روشمندانه در جهت شناسایی یا معرفی خدای واقعی همت گماشتند. در 40 سال نخست با وصف آن که اراده ازلی پروردگار بر این بود که این شخصیت 40 سال بعد به پیامبری مبعوث شوند، با دو روش تأمل و تجنب سرانجام به کشف بزرگی یا رسیدن به حقیقت اصلی دست یافتند. پیامبر 40 سال در صحرای پاک جزیره العرب در حالت تنهایی تأمل کردند، مظاهر غیر حقیقی بتپرستی را کنار گذاشتند، جامعه فاسد را کنار گذاشتند، در جستجوی شناخت خدای حقیقی برآمدند. تجنب از این جهت که با کلیه مظاهر جاهلی حتی قبل از بعثت پیامبر صلی الله علیه و سلم اجتناب کردند. علما تشریف دارند که حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم حتی قبل از بعثتشان با هیچ گناهی کبیره مرتکب نشدند، هیچگاه به بتپرستی متوسل نشدند، با وضعیت حاکم جامعه ناراض بودند، نقد میکردند، اجتناب کردند تا سرانجام در پای 40 سال به خدای حقیقی دست یافتند و در پرتو لطف الهی با نزول وحی پیامبر صلی الله علیه و سلم مبعوث شدند. بعثت پیامبر یا نزول وحی سرآغاز تحول بزرگ در تاریخ بشریت بود، هم از لحاظ یک انقلاب فکری اجتماعی و هم از لحاظ اساس گذاشتن یک هویت جدید و مبنای بر یک تمدن جدید. این شناخت و این کشف از جنس شناخت پیامبرانه بود. شناخت پیامبر نه از جنس شناخت و کشف علمی بود، نه از کشف فلسفی بود و نه هم سابقه تجربی داشت. شناخت پیامبر شناخت از جنس پیامبرانه بود. این شناخت مواجهه با یک امر متعالی
مانند بسا از انبیای دیگر با این مواجهه پیامبر مسئولیت رسالت را به دست می‌آورد. هم خدای حقیقی را میشناسند و هم مسئولیت رسالت و رساندن این حقیقت بزرگ را به دوش میگیرند. این شناخت از جنس شناخت پیامبرانه بود. عرفای اسلامی ما نیز بهره از شناخت عارفانه دارند. اونا تا بیشترین بخش‌های مانند تجربت‌های دینی پیامبران پیش میرن، اما شناخت پیغمبر شناخت استثنایی پیامبرانه است. پس از این شناخت یا به تعبیر قرآنی ما بعثت پیامبر صلی الله علیه و سلم، دو هدف بزرگ را پیغمبر در پیشروی خود با روشمندی آغاز میکنه: معرفی حقیقت هستی، تعلیم حقایق و ساختن هویت جدید بر مبنای آموزه های جدید دینی. همه میدانیم پیامبر صلی الله علیه و سلم در جغرافیای خاص جزیره العرب مبعوث شدند. در آن زمان ذهنیت پرستش وجود داشت، اما عرب مشرک در شناخت خدای حقیقی به گمراهی رفته بودند. پرستش وجود داشت، اما پرستش خدای حقیقی نه، شرک می‌ورزیدند. گرچه لایه‌های از پرستش خدای نامرئی و آموزه های تعلیمات مسیحی هم به جزیره عرب قسماً سرایت کرده بود. شما می‌بینید که پیامبر صلی الله علیه و سلم با روشمندی حرکت خود آغاز می‌کند. این روشمندی امروزه در قرن 21 با برداشت جدید تازگی دارد. ما میتونیم این اسوه و این الگوی پیامبر صلی الله علیه و سلم را در مبارزات سیاسی در جریان‌های اصلاح طلبانه امروزی قطعاً سرمشق قرار میده. پیامبر صلی الله علیه و سلم با یک شعار بزرگ، کوتاه، مختصر ولی پرمفهوم حرکت جدید خدا آغاز میکنند و آن لا اله الا الله محمد رسول الله. این دو جمله کوتاه دنیای از مفاهیم را در خود جا داده. نخستین کلمه حرف نفی است، لا اله الا الله. پیامبر صلی الله علیه و سلم با این شعار پس از 3 سال مخفی کاری وقتی دعوت را علنی میکنن، از اینجا آغاز میکنن که همه مظاهر پرستش منفی و غیر حقیقی که شما الههای مختلف را در وجود بتها در درون خانه کعبه و با نوع پذیرش ارباب انواع و هر قبیله بت بزرگتر، بت کوچکتر و بت کوچکتر از او، با این مظاهر جاهلی، همه این مظاهر منفی است. این شما را به حقیقت نمی رساند. خدایان متعدد وجود ندارند، یک خدای حقیقی وجود دارد که او منبع هستی و کنه هستی است. با نفی و بعداً با ایجاب شعار خود عنوان میکنه. این نشان میده که پیامبر صلی الله علیه و سلم تغییر در جامعه عرب را از تغییر در ذهن، از تغییر در فکر، از تغییر در عقیده آغاز کرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم کارشان قیام در برابر یک دستگاه حاکمه نبود، تغییر در اندیشه ها و عقاید مردم بود و از همینجا حرکت خود را آغاز کرد که شما این مظاهر متعدد آلهه و بت‌هایی را که برای پرستش خود انتخاب کردین در یک جمله غیر واقعی است. یک خدای حقیقی وجود دارد که ما او را باید بشناسیم و با او باید بندگی و عبادت داشته باشیم. دوستان عزیز، این جمله و شعار پیامبر صلی الله علیه و سلم خیلی هوشیارانه انتخاب شده بود. شما دیدین که با همین حرکت پیامبر وارد مرحله دوم کاری خود میشه. شما قبل از بعثت، بعد از بعثت، در جریان هجرت، در تمامی کار پیامبر روشمندی را ملاحظه می‌فرمایید. نخستین کار پیغمبر تغییر فکر بود.
برای تغییر فکر پیامبر برای نخستین بار کار را از این نقطه آغاز میکنند که ما برای آوردن تغییر بزرگ اجتماعی، اساس گذاشتن دیانت جدید، ما در گام اول به تیم کاری نیاز داریم که با کمال صداقت و ایمانداری بار این مسئولیت بزرگ را به دوش بگیرند. کشف پیامبر، بعثت پیامبر، نزول وحی، اتصال دائم پیامبر با منبع وحی، این حقیقت بزرگ و این واقعیت را به وجود آورد که تغییر از ذهن میتواند اساسی برای اساس گذاشتن تمدن بزرگی در تاریخ انسانی شود. پیامبر شروع کرد با تغییر افکار از افراد آغاز کردن تا آن هنگام پیش رفتن که تیم کاری برای اساس گذاشتن یک نظام اسلامی مبتنی بر آموزه های وحی را مطمئن شدند. پس از او در مدینه منوره اساس دولت اسلامی را شکل دادند. کار را از فکر و از یک تیم مومن و صادق به این تعلیمات جدید آغاز کردند و نظامداری را در مدینه آغاز کردند. شما این روش دقیق پیامبر صلی الله علیه و سلم را قدم به قدم عنوان میکنید. در مکه نزول وحی، آیات مکی با اختصار و با پیغام قاطع چون توجه به ساختن عقاید جامعه دارد، نفی عقاید جاهلی و اساس گذاشتن عقاید اسلامی با اختصار و قاطعیت و کوتاهی، همه پیغام از یک تحول اجتماعی، انقلاب فکری است. زمانی که به مدینه هجرت میکنند زمانی است که تیم اولیه برای ساختن یک نظام را حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم با خود دارند. از آنجا اساس یک نظام اسلامی و بر مبنای این نظام اساس یک تمدن اسلامی را اساس میگذارند. پیغمبر صلی الله علیه و سلم در کنار تعلیم آموزه های وحی به ساختن هویت جدید متفاوت‌تر از هویت‌های قبلی هم همت گماشتند. شما می‌بینید که زمانی که قبله از بیت المقدس به کعبه تغییر پیدا می‌کند، این رمزی از تغییر هویتی است که پیغمبر برای امت خودش آگاهانه از آغاز دنبال می‌کرد. پیغمبر صرف برای تبلیغ یک سلسله آموزه ها نه، بر علاوه این آموزه ها برای ساختن یک هویت جدید. حدیث من تشبه به قوم فهو منهم معنای منطقی خود را از امین خصوصیت به دست میاره و او این است که پیغمبر قصدن و عمدن آگاهانه و فکر ساختن هویت جدید متفاوت از هویت های گذشته بودند. شعائر دینی ما، مناسک دینی ما، قیافه های دینی ما، همه حکایه از هویت سازی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دارند. نماز جمعه، عیدین، عید قربان، عید رمضان و همه نمونه های از ساختن هویتی است که اساس مدنیت اسلامی را شکل میداد و پیغمبر آگاهانه هم تعلیمات و هم هویت سازی و هم مدنیت سازی را در لابلای مبارزات روشمند خود دنبال کردند که تا به امروز ما در قرن 21 پیروان مکتب حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم هستیم.